مادر بچه ها یه پسرت گفتی چی شده؟ پسر یه دونه پسر دارم شهید شده؟ پسرم اون که هیچی، اون که دیگه رفت و نصیحتم که اگر مادر رو نیستی که بری حضور اینا بگی حقوق بده. منم همون کاره کردم. پسر شهیده و هیچ وقتم نمیگم هستم در راه خود وطن رفت، اما خیلی پسن، خیلی بیشرفن. بیان منو بکشم جز کشتنه زندگی یه 24 سال نمیتونیم با زندگی کنم. من 80 سال عمرم اینجا گذاشتم، گربه شده که کار کردم، درخت باز کردم، آب خریدم. الان تو این باغه که زندگی میکنی، تو این باغه الان چند نفر تو این باغه؟ خدا تنها بدن اختار دادن خالی کن، سکت مغزی زد مردم. این 9 ماه الان آب و برق و اینا هیچی نداری کنترل کنی باز کردن؟ کدوم آب کدوم برق؟ از اون پادگان میرفتم 40 سال پیش آب بیارم، اون پادگان میگردم. تو اتوبان رفتم زیر ماشین که هنو پام لنگه. کدوم دولت بیان منو تیکه کنن؟ خودم هم ساداتم. اما امان که اینا دین اسلام از بین بردن. مسلمانی رو الان به هر کی بگیری که مسلمان میگم کدام مسلمان؟